سلام سلام در عشق به شما نازنینان. یکم صبر بکنید، یکم منتظر دریافت باشید. موافقین؟ شما هم یکم مثل من پاکسازی بکنید، یه ذره سکوت بکنید. سلام به روی ماه تک تکتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیدوارم که تمام اون چی که از خداوند دریافت کردین، خواستین، سر راهتون قرار گرفته باشه. سلام میکنم به خانم رحمانی عزیزم. سلام عزیز دل محسا جان، خوشحالم که در حالتون خدمتتون چطوره؟ هستم. حالا من خوب، خدا رو شکر، بهتر از این نمیتونه باشه. با شما منم دوستای عزیزتون. منم خیلی خوبم. مرسی که امروز دعوت منو پذیرفتین. با کمال سعادت میل عزیزم. میزبانی رو به من دادین. خیلی ممنونیم ازتون. خواهش و من از دوستان عزیز میخوام که اگر صدای هر دو براتون میاد برای ما بنویسید که اوکی، صدا میاد. خدا رو شکر. خب من اول اجازه بدید که شما رو معرفی بکنم به فالوورای خودم، هرچند که خب خیلی از عزیزان شما رو میشناسن، لطف ولی من وظیفه خودم میدونم که یه معرفی مجدد داشته باشم. خانم رحمانی یکی از اساتید پرتجربه و پر از اکسپریانس خیلی طولانی و زیاد، حداقل تا اونجایی که من میدونم و خیلی در موردشون تحقیق کرده بودم و خیلی وقتم هستش که ایشون رو میشناسم، در زمینه انرژی درمانی، هیلر یا همون شفا دهنده هستن. با انرژی درمان میکنن، با انرژی کار میکنن و به خوبی انرژی رو میشناسن. تجربه های خیلی زیادی توی این زمینه داشتن، تجربه های خیلی مطرحی. سالهایی رو در تلویزیون بودن و روی آنتن صحبت میکردن. برای اون زمان، برای اون نسلایی که اصلا اینستاگرام نبوده، برای اون سالهایی که اصلا سوشال مدیا نبوده. بهتره بگی عصر دایناسور، مال خیلی قدیمی، بله خیلی قدیمی و فکر میکنم بیش از 40 ساله که شما توی این زمینه اکسپریانس دارین و تجربه دارین و باعث افتخار برای تک تک ما که بخوایم شاگردی شما رو بکنیم. لطف دارم. مرسی از خداوند که این فرصت رو داده و میخوام خیلی سریع بریم سر اصل مطلب، چون میدونم وقتتون تنگه. و برای بقیه عزیزان اگر که شما اجازه بدین ما انتهای لایو یه صحبتی بکنیم که حالا لایو سیف بشه یا نشه، تا اینکه حالا صحبت‌های دیگه‌ای که به صورت هدیه برای عزیزان در نظر گرفته بودین رو من اعلام بکنم خدمت بچه‌ها. خواهش می‌کنم. سوال اول من شما برگردوندین، من با برگردم. برگردیم که اوکی، حالا اوکی. سوال اول من اینه که یه توضیح میدین به ما که اصلا ریکی چیه و چی کار میکنه، کجا کار میکنه و ازش چجوری میشه استفاده کرد؟ ریکی به معنی انرژی جهان هستی، همون چی که میگن. شما وقتی نگاه میکنین در تمام به اصطلاح مذاهب
در تمام گروه هایی که برای خودشون یک راه خاصی رو دارن که میخوان آشنا بشن با قدرتشون، برای تمام فلسفه هایی که بوده همیشه در مورد یه انرژی صحبت میکردن. اسم این انرژی فرق میکنه ولی همش انرژی. مثل که شما آب و ماسل و عضله و به زبونهای مختلف کلمش فرق میکنه ولی مقصود یکی و تو بدن همه ما عضله است، چیز دیگه حالا هر اسمی که شما بهش بدید. انرژی هم یه قسمت دیگه از وجود ماست و قسمت اصلی و الان هم که دیگه اصلا معلوم شد ما به غیر از انرژی نیستیم. ما به غیر از انرژی نیستیم، ما همه انرژی در یک لول فریکونسی شدید یا کند یا تند این داره لرزش میکنه. بر اثر چی؟ بر اثر آنچه که ما فکر میکنیم، بیشترش اون چی که ما فکر میکنیم. چون الان معلومه که مغز ما با امواج داره با بقیه بدن حرف میزنه. جالبه که با امواج رنگی هم داره حرف میزنه. حالا قبل از اینکه الان ما خیلی راحت اینا رو میگیم، اون زمانی که من این مسئله انرژی رو با تجربه حسش کردم، ببینید شما بخوام مثال بزنم، شما رفتید آمد، بخوام مثال بزنم مثل این میمونه که شما وقتی که شما رو یکی یهویی بندازه توی استخر آب، هیچ وقت هم آب ندیدین، هیچ وقت هم شنا بلد نبودین، ناخودآگاه اون حس بودنتون شما رو مجبور میکنه معمولا دست و پا بزنین و یه خورده تقلا کنین، خودتون رو برسونین به لبه آب و بیاین بیرون، بگید آخه هیچ. بعد میگین چی بود، این کجا بود، چه تا حالا من حسش نکردم. انرژی هم ما وجودمون از انرژی در لیول‌های مختلف، در حال فرکانسی های مختلف این بودش. گاهی مواقع افراد حس میکردن ولی نمیدونستن چیه، چون نمیدونستن چیه کجا. و ضمن اینم یادتون باشه وقتی ما میگیم انرژی در مورد، میگه خب پس چرا همیشه خودش کار نکرده. مثل آب میمونه که دور و بر ما باشه ولی ما آب رو یا باید با لیوان بخوریم یا دست رو اینطوری بکنیم خب، یا سرمون رو دلا کنیم آب رو بخوریم. آب به تنهایی چون جز دور و بر ماست با ما کار نمیکنه، من تشنگیم رفت نمیشه، من باید به یه وسیله. انرژی هم همینه، دور و بر ماست، هیچ چیز بدون انرژی نیست ولی شما باید ازش استفاده کنید. نوع استفادهش فرق میکنه، وسیله استفادهش فرق میکنه. با چه جوری ما با این کار کنیم. شما با چشم میتونی انرژی بدی، انرژی بگیری. این همه صحبت از اینکه من حرفایی نگفتم با تو با چشم میزنم، شوهرای ما این حرفا زدن، یعنی چی؟ یعنی معنی داشت ما میتونیم با چشم انرژی رو بدیم و بگیریم. گاهی وقتا میدونیم گاهی وقتا نمیدونیم، نادانسته. خب حالا این انرژی که باش صحبت میکردیم خیلی رو به این ماجرا سوال براشون بود که اگه حضرت مسیح میگه این کاری که من میتونم بکنم، چون اون مردور میگرفت توش فوت میکرد یا دهنشو میذاشت به یه جای بدنش و این مردار رو میگفتن زنده میشه، فرض کنیم این اسطوره است، ولی اصل قضیه اینه که اون آدمای مریض رو میگرفت و اینا رو سالم میکرد. خب این چیکار میکرد؟ بعدم که بهش میپرسیدن میگه آجون اون کاری که من میتونم کنم شما هم میتونید بکنید بهتر از من. دیگه معما بیشتر میشه. خب من چجوری میتونم این کارو بکنم؟ چه وسیله‌ای باید داشته؟ قرنها طول کشید. حالا این نوع انرژی که ما الان می‌خوایم امروز صحبت کنیم در موردش، مؤسسش دکتر اصولیه، یه استاد به اصطلاح تبتی بودش که این مسئله براش مهم بود که چرا همه میگن ما میتونیم این کارو بکنیم، این چه کاریه که من میتونم بکنم آدما رو از درد و بیماری و ناراحتی نجات بدم ولی خودم نمیدونم چی. خلاصه بهش الهام میشه وقتی که میره این آقا میاد آمریکا و خلاصه دکترای در مورد ادیان مختلف، فلسفه‌های مختلف میگه، ولی بعد از مورد چون مانک بوده بهش الهام میشه که برو در این فلان کوه بشین و ببینیم چی پیش میاد برام. این میره اونجا، داستان به این صورت 1001 تو این داستان گفته شده ولی فقط من اینجا خیلی کوتاه میگم که شما بدونید چجوری شروع شده. حدود 150 سال پیش بود این شخص، 150 سال پیش دیگه فوت کرد، یعنی چیزی که حدود مال این میره توی کوهی شروع میکنه میتد کردن، مراقبهش میکنه، هر روز با اینکه روز دیگه شو بدون گم نشه یه دونه سنگ از این ور میذاره اون ور. بعد از 21 روز که 21 تا سنگ بوده، داستان به این صورت میشه که سمبل های ریکی به ایشون الهام میشه، مثل همون حالتی که با نور نوشته میشه 10 فرمان، اینم همونو میگه نوشته میشه و به این میگم با این که این گونه کار کنی تا حالا شفاگر میشه. این هیجان زده پا میشه میاد پایین کوه و مثلا تا میاد اون صاحب اون کسی که اونجا بوده مریض بوده، دل درد داشته شدید مدتی، دستشو میبره میذاره و تمرکز میکنه به این سمبولش. باید به یه چیزی تمرکز کنی، ذهن رو در واقع اون تکنیکش که نگاه بکنی مثل
آفتابی برای همه. شما اگر آینه رو بگیری آفتاب رو توش تمرکز بهش بدی به تابونی به جایی، حالا میتونی آتیش درست کنی. ولی همه هم تو راه میرن آفتاب هم هست که آتیش نمیتونن درست کنن. این کار رو در واقع ریکی میکنه، انرژی ما رو، انرژی جهان هستی رو میگیری و انرژی خود ما رو از اون کف دست ما میدیم به اون سابجکت و اون میتونه این انرژی رو بگیره و ازش سالم بلند میشه. اون اتفاق اونجا افتاد و این فهمید که چه خوب، پس من حالا هیلر شدم، حالا کاری که دلم میخواست میتونم بکنم. پا میشه میره توی دانتان شهر رو شروع میکنه به هر کی میاد سر راهشون رو خوب میکنه، میگه بیا من شما رو سالم میکنم. خوشحال، خیلی دلش میخواست مردم کمک کنه. بعد از همش ما میگذره میگه ای بابا اینا که دوباره برگشتن. بعد حالا اینم باز مفصله، ولی این متوجه میشه که در این بده بستون سلامتی و انرژی به دیگری یک دو تا سه تا مسئله باید بهش توجه بشه. یکی اینکه اول شخص باید خودش بخواد. شما نمیتونید راه بیفتین با آدم رو سالم کنید. بعضی از انسان ها، چون انسان ها هر کدوم یک کالینگی دارن، یک راهی اومدن برن، اصلا این نمیخواد خوب بشه. این از این مریضی لذتی میبره که در سالمی نمیبره. شما اگه دقت کنید الانش هم در ایران نگاه، تو خانواده هم نگاه کنید، بعضی دوست دارن مرتب مریض باشن، گله کنن، مردم ترحمش رو جلب بکنن. اصلا تمام این داستانا، چون مثلا فرض کنید من یادم مادر بزرگ من تفلکی یک زن خیلی نازنین، ولی این یه شوهر کرده بود، دو تا بچه داشتش دستن 16 سالگی. بعد دیگه اومد با مامانم. تا موقعی که 80 سالش بود اینو یک نفر، یعنی یک مرد دیگه، یه بگه عزیزم، یکی دیگه بیاد در آغوش بکشه، ما هم که نمیدونستیم که پشتش رو یه دستی بکشه. این تنها موقعی که میدید ماها دور برشی موقعی که مریض بود. فهم گفت من سر درد گرفتم، دل درد گرفتم. اون موقع هم خب ما میرفتیم دکتر میآوردیم خونه، دکتری میآمد یه چشمکی به مامانم میزد، میگفت نه هیچ چیزی نیست. بعد اون موقع آب مقطر میدارم به اینا بخورن به عنوان قطره، میگه خوب میشه. بیبی هم خوب میشد، خوب میشد. میاد دوباره 2 هفته دیگه دلش بر اون نوازش های ما، بیبی چون چطوری، حالت چطوره، تنگ میشد، باز مریض میشد. یعنی ما باید ببینیم اون سایکی انسان در کجا قرار گرفته، اون چرا داره هی بیمار میشه و اون بخواد از این بیماری بیاد بیرون. خب من الان خودم فکر میکنم من واقعا خیلی آدم لمسی هستم، هر کی ببینم باید بغل کنم، نازش کنم، پشتش بزنم. اینو از من بگیری من میمیرم. من اگه یکی من این کار واقعا این کار نکنه واقعا میمیرم. مگه میشه آخه کسی رو لمس نکنه، یه انسان دیگه در آغوش نگشه، بوس نکنه، نگه چقدر ماهی چقدر شاهی. اینو باید بگیم دیگه. خب اینو متوجه شد. گفت پس اول همه شما باید افراد بخوان که شما سالمشون کنید. این یکی. نمیتونید خودتون بریم بگید آقا من میخوام تو رو سالم کنم. خواست. دومیش چی بود؟ یک بده بستونی بشه، یعنی در مقابل هر داده شما درسته که بده بستونتون با جهان هستی، ولی باز هم باید یه چیزی بدین، یه چیزی اون میخواد بگیره که حالا قیمت براش گذاشتن. این گفتم مثلا این هزینه‌ش اینه. قبلا هم گفت آقا من برای تو رو سالم میکنم، تو هم شب بر من شام بیار، من مثلا تو رو سالم میکنم، از درختار برای من همینجوری میوه بکنه. الان اون کسی که خود دکتر اصولی که اینو شروع کرد براش هزینه ای گذاشت و بعد خودش اون موقع یه چیز دیگه هم که بود این بود که یعنی بعد از مدتی که شما با انرژی کار کنید خیلی قدرت های زیبایی پیدا میکنید، یعنی قدرت های وجود خودتون رو کشف میکنید. مثل این همین که میگن تو آرزو بکنید قدرت جذب. قدرت جذب رو شما تا با ریکی روش تمرکز نکنید زیاد بهتون جواب نمیده، ولی وقتی با ریکی تمرکز میکنید و حالا دیگه راه و نشون میده، چون جهان هستی عدید من اونقدر عظمت داره، اونقدر بخشنده است، برای همه ما بهترینا رو میخواد. هیچ کسی بهتر از بقیه نیست. ما فقط بخوایم ببینیم و بریم زحمت چه بکشیم. خب این یکی از اونجا اومد. 5 مرحله شد. یه کسی که ما خیلی مدیونش هستیم برای این ریکی، در جنگ جهانی دوم خیلی اونجا موقع کار میکرد. چرا؟ چون دوا نبود، بیمار زیاد بود، مردم هر کاری حاضر بودن بکنن که دردشون کمتر بشه. در اونجا یه آقای دکتر واقعا امدی بود، ایشون دکتر امدی نبودن. این آقا دکتر هایشی دکتر امدی بود، دوست دکتر اصولی بود. بهش میگه به من یاد بده، من ببینم تو چی میگی، این چیزایی که میگی میکنی و این کارا. بالاخره یاد میگیره و بعد چون پزشک بود شروع کرد اینو به صورت یک ارگانایز کردنش به صورت علمی. مثلا میگه اینجا مثلا دوا میخوام امتحان کنم، به 50 تا میدم، به 50 تا نمیدم، به 50 تا نصف میدم. بعد چیز کرد، اونم همین کارو کرد. گفت شروع کردید واو اینا که من با ما بهشون ریکی میدیم چه سریعتر خوب میشن، چه دردشون بهتر میشه، اصلا به عمل دیگه احتیاج ندارن. اینا رو که درست کرد حالا دیگه شروع کرد اینو وسعت داده، اصلا کار پزشکیش اومد بیرون و شروع کرد با ریکی جلسه گذاشتن.
و افراد مختلف اومدن یاد گرفتن. ما در آمریکا کسی که افرادی که با من هستن، ما جنریشن 4 خانم تاکاتا هستیم. ایشون من هوایی بود و باور داشت. هواییش نمیدونم تشریف بردین یا نه. افراد میریم اونجا مثلا دل درد داری، به یک محلی هم دلم درد میکنه، یه برگ درخت رو میکنه میگه اینو بذار دلت، یه سنگ رو بهت میده میگه بذار اینجا. همش با طبیعت قاطیه. اونم همینطور رفت و یاد گرفت و آورد تو آمریکا که خدا رو شکر الان میلیون ها میلیون نفر دارن کارو انجام میدن. اینو خیلی خلاصه بگم از کجا اومده، چه کارایی میکنه. یکی همه بیماری های ما رو بهتر میکنه، یعنی با قاطعیت بهتر میکنه، ولی همه رو خوب نمیکنه. ببینید همه بیماری چرا همه رو بهتر میکنه؟ چون شما رو آروم میکنه. و الان که میگم بابا 90% مشکلات آدم رو اعصابه، یعنی این آرامش رو لازم داره. شما هر بیماری داشته باشید، وقتی آروم باشین با بیماری روبرو بشین، خیلی شانس سلامتیتون بیشتره. بسیاری از بیماری ها رو خوب میکنه، بستگی به کالینگ اون طرف. بعضی از بیماری ها رو بهتر میکنه و بعضی ها رو اصلا خوب نمیکنه. یعنی یک انتظار یک معجزه هوکس پوکسی از این نداشته باشین. یک وسیله است، مثل یه دکتر جراح قلب که 10 نفر رو اگر جراحی بکنه، احتمالا 3 تاشون فوت میکنن، 4 تاشون عالی میشن میرن دیگه نمیخوان، 3 تاش دیگهشون بعد یه بار دیگه عمل کن. عین همین ریکی، وقتی با ریکی کار میکنید حداقل زمانم باید 20 دقیقه باشه که ریکی بدید. حالا وقتی به ریکی میکنین چیکار میکنین؟ یکی رو باید یاد بگیرید. اگه استادی شما باید ریکی رو یاد بگیرید، به قول خودشون میگن همسو بشین. وقتی یاد گرفتین یک زمانی دارید تمرینا رو میکنه و بعد شما میشین شفاگر. من خودم خانم مهسا، شاید بعد از اینکه این ماجرا به طور تصادفی متوجه شدم، به قول خودم جانکی انرژی شدم. هر کتابی بود، هر دوره‌ای بود، هر جایی بود که میگفتم مادام انرژی من اونجا بودم. حالا میخواد داخل آمریکا باشه، استیت دیگه باشه، اون ور دنیا باشه. مثلا برزیل من 10 بار رفتم پیش اون استاد بزرگمون. اوشو سنتر رفتم، توی خود البته هندوستان جاری، یعنی خیلی جاها رفتم. چرا؟ چون میخواستم همه بدم ترتوش رو در بیارم. چی قضیه؟ همش انرژی، اسمش فرق میکنه. That's it. و اینو در ریکی حالا انقدر من پروموت میکنم، من ریکی رو خیلی باش کار میکنم، چون عظمت آسون بودنشه. شما میایین تو جلسه ریکی 2 ساعت بعد شفاگر اونجا میری بیرون. It's amazing که چجوری کار میکنه. و خودم در از این مدت 30 سال گذشته البته با ریکی جلسات میذاشتم در همه جای دنیا. واقعا بیش از میتونم بگم بیشتر 6,000 نفر تو دنیا من با ریکی همسوشون کردم. و این آرزوی من همسو کردن افراد که ریکی رو یاد بگم. من هیچ وقت فکر نکردم من دلم میخواد امروز همه آدما رو خوب کنم با ریکی، چون همیشه میگم حالا گیرم اون حالا ما 100,000 نفرم خوب کردیم، بعدش چی؟ بذار افراد یاد بگیرن تو خونهشون باشه. یه نفر که ریکی میده لزومی نداره ما اینقدر بیمارستان بریم، اینقدر دکتر بریم، اینقدر دوا بخوریم. سر در هر داروخانه یه خانم همسن سال منو که باز بکنی 30 تا قرص قرص. آخه چرا؟ میتونه 5 تاش باشه که من کارش دیگه نمیتونم با یکی بکنم، ولی 25 تاش میتونه بین بره. چون همه اینا خاص ساید افکت دارن. شما اینو میخواید سرت خوب بشه، بعد مثلا دل درد بگیره، اونو میخواید دلت خوب بشه گوشت درد بگیره. ریکی هیچ نوع ساید افکتی نداره و میتونی شما به همین آسونی که از کردم خدمتتون یاد بگیری و شفاگر بشی. خیلی یک بند صحبت کردم، بفهم. خیلی خیلی جامع و کامل توضیح دادین. عزیزم. من قبلا که وایس های شما رو گوش میکردم یه جمله گفته بودین، اینکه واقعا هر خانواده‌ای نیازمند اینه که یک نفر در اون خانواده ریکی رو یاد بگیره. آفرین. و بعدش که تعمق کردم بر این، یعنی واقعا به این رسیدم که آره، پس اینه که باید توی هر خانواده یک نفر اینو یاد داشته باشه که اون خانواده حداقل در آرامش باشن. و ما از خودمون میتونیم شروع بکنیم و ما از اطرافیان خودمون، از 15 نفر اطراف خودمون، از 10 نفر اطرافیان خودمون. بقیه که ببینن حال ما خوبه خودشون میان سمت ما. بعد از مدتی که طول میکشه میان میگن فلانی چیکار کردی حالت بهتر شده، چه اتفاقی افتاده، چه تغییری به وجود اومده. و چه بهتر که خب حالا آدم خودش سعادت اینو داشته باشه. حالا انرژی که الان در عصر الان، اون روزم که با هم صحبت میکردیم تو این اینستاگرامو که اسکرول میکنی همین جوری دیگه این آگاهی‌ها داره حالا از طرق مختلف به مردم میرسه. ولی چه بهتر که خودمون بخوایم شروع بکنیم و واقعا این انرژی که سالم کننده هستش
توی خیلی از درمان ها، چون همه برمیگرده به اعصاب، همه برمیگرده به مغز، چون مغزه که فرمان میده، اعصابه که میتونه کنترل بکنه، اون سیستم مغزی، سیستم عصبه که هورمون هایی که ضرر داره واسه تک تک هسته های سلول بدن ما ترشح میشه، اونه که قدرتشو میده. و خود من که خیلی خیلی نیو هستم توی این زمینه، واقعا زمانی که جاری میکنم یه احساس خیلی شعف و یه احساس، اصلا نمیدونم یهو از کجا چجوری اینقدر آروم میشم. و میگم که تمرین، استمرار، باور، همینطور که مسیح گفت، اگر که ایمان داشته باشی، دقیقا اون چیزی که بخوان. ایمانم ببین فقط بیشتر تاییدش میکنه برای شما. انرژی رو وقتی شما جاری میکنین اون شخص مگه اینکه بگم نه این کار نمیکنه، این کار نمیکنه، مرتب اینو تکرار کنه، نخواد بپذیره، ولی اثر میکنه. من مثلا با بچه‌م شروع کردم 30 سال پیش بود، مثلا 25 6 سال پیش، که این مثلا میرفتیم مریض میشد، میرفتیم دکتر میاریم، میگفتم میشه، میگرفتم تو بغلم و شروع میکردم از چاکرای هفتم. حالا بعدا میگیم که چه جوری هم بعد اینو کار کنن. از چاکرای هفتم و قلبش انرژی میدادم. درست هر 3 ساعت یه دفعه به جای اون قرصایی که دکتر میگفت من احتیاجم به این انرژی دارم، 2 روز بعد این بلند میشد. بعد خودش میگفتش که بعد بهش میگم ما میجان، چون اون موقع واقعا من شاید اون موقع ساینتیست بود و برای دولت آمریکا کار میکرد. اون اصلا این چیزا میگفت تو دیگه بابا برو دیوانه شدی اینا رو میگه، اصلا هیچ جور باور نمیتونست بکنه. اگه نمیگفتم من سالها بدون اینکه به کسی بگم این کارا رو میکردم برای خودم، خانواده. بعد به مجدد میگم مامی جان به کسی نگی یا به دادی نگی که من چیکار کردم. به اون میگفتم میگم این انرژی آخه داغ میشد، یهو عرق میکرد، میگفت چی؟ میگم مامی گفت بعد وقتی دستم میسوزه میگم مامی سوختم. گفتم نه مامی جان نمیسوزی، تو که داغ میشد. بعد یه روز خیلی بامزه، این حدود 8 سالش بود، هنوز من باز برای کسی نگفتم، تو تیوی هم برنامه داشتم صحبت میکردم راجع به همیشه، نمیگفتم خودم این کارو میکنم و نه، چون خیلی اون موقع مردم نمیدونستن اصلا. تلفن میکردم فوش میدادم خیلی آسون، یعنی تهدید میکردن، میگفتم من خرافات هزار میکنم وارد میکنم براشون بمونن. بعد یه روز که ما مهمان بودیم، من باش بعدا میرفتم، مجده با دختر با شوهرم رفت اونجا، منم برای کارم تموم شد برم. بعد یکی از بچه‌ها گویا میفته پاش زخم برمیده چی میشه، شروع کنه گریه. موجه میره برو که بفهم چی بکنم، میره به حالش میگم که گریه نکن، گریه نکن، الان مامان من میاد تو رو خوب میکنه. این برای بچه مادر پدر دوست بچه‌ها و دوستان من گفتم چی شد مامان تو چی خوب میکنه؟ مامان تو دکتر که نیست. گفت نه چه مامان من خوب میکنه. من که واریچم گفتن که بابا ما میدونستیم تو یه کارایی میکنی، در مثلا تو کار حقوق بودی، حالا یه کار آرایش میکنی، تو که دکتر شد دخترت اینطوری میگه. خندیدم گفتم بابا بچه‌ها مادراشون فکر کنن همه کارن، اب نداره شما نگران نباشین سوکه ببین هیچ دکتر. چون اصلا نمیخواستم اون ویو بد، اون موج بد بیاد تو زندگیم که اینا چون برفتم گفتم این هوکس پوکس معنی نمیده، یعنی چی شما دیگه چرا میدونی. خیلی جو بدی بود. الان دنیا بسیار خوبی شده، خدا رو هزار باشه، ولی من همیشه معجزه‌ش رو دیده بودم. و خود این عزیزان اون موقع من گفتم مثلا شما دستت شفاست، میگفت دستش شفاست. اگه من میگفتم دستم شفاست میگفت تو اشتباه داری میکنی، ولی اون خودش که میامد زیر دستم میگفت خوب شده، میگفت دستش شفا. نمیفهمدم چی شده میدونی، چون یه جورایی نمیدونم افراد مثل که دوست داشتن اون موقع یه چیز غیر عادی در مورد اونا بشه، ولی اگه این بنا بود عادی باشه دیگه دوستش نداشتن میدونی. ولی خب به مرور بیشتر شد. میگم منم که گیواب نکردم واقعا، در هر شرایطی میکنم ایتس که آمریکایی‌ها یه حرفی دارن میگن بیا اگری تو دیس اگری، ایتس که بذار ما با هم قرار بذاریم که با هم موافق نباشیم ولی هر کی کار خودشو بکنه. آره. و اینکه اصلا شما هم خود کالینگتون یا همون دارماتون یا رسالت به روحتون هم همینه، یعنی دقیقا واقعا اصلا 100%. نگاه که میکنی این میریزه، این انرژی عزیزم میباره. عزیز دل. البته خب الان هم همین هست، الان هم مخالفت ها همچنان هست، هنوز هم یک سری افراد حالا در اشل های متفاوت‌تر یه وقت میبینی تو توی خانواده خودت همه تو دلشون دارن تو رو Absolutely. مسخره میکنن، میگن دیوونه شده، معلوم نیست داره چیکار میکنه، نمیدونم حالا این معلوم نیست، نمیدونم. الان تو ایران هم که دیگه الا ماشاءالله کافر شده، خدا رو قبول نداره. من خودم خیلی لیبلای این شکلی خوردم. میخوام برای اون دسته از عزیزانی بگم، چون میدونم که این زیاده به ایران، که واقعا تنها چیزی که
ما رو به مقصد میرسونه. مقصدم چیزی نیستش که حالا به قول خانم رحمانی فکر کنین حالا الان چه خبره. مقصد اون آرامش است. آرامش. تو زمانی که آرومی، تو خونتی، کسی نمیاد بگه حالت خوبه، حالت بده، تو آرومی، حالت خوبه. وقتی هم که عصبانی میشی بازم نمیاد کسی بگه حالت خوبه. اصلا کسی نمیتونه تو رو آروم کنه، همه چی این توه. درست. برای همون من میگم اگر هم که عزیزان وارد میشن، تنها چیزی که روش تمرکز میکنن رو انرژی خودشون باشه. آفرین. من اصلا نگاه نکنن کی اینو قبول داره، کی اینو اعتقاد داره، کی اینو الان مسخره میکنه. تمام انبیا، تمام تاریخ ما داریم نگاه میکنیم دیگه، کل تاریخ همه اونایی که اومدن و مسیرشون درست بوده مسخره شدن. همه اونایی که اومدن مسیرشون درست بوده همه ترکشون کردن، همه تنها بودن. اون تنهایی، اون ظلمته که زایمان صورت گرفته بعدش رشد روح بوده. و من میخوام بگم که مسیر درسته حتی اگه یک نفر بره، مسیر غلط هم غلطه حتی اگه 1000 نفر بره. مهم اون بیلیویه که خودت داری به خودت، مهم اون ایمانیه که خودت داری، مهم اون اعتقادیه که خودت داری. تمرکز از همه چی مهمتره. ممنونم، خیلی جامع و کامل توضیح عزیزم، دادید. با اینکه نه این شما لایو قبل ما هم شما یه برنامه داشتین، ولی واقعا ممنونم که وقت گذاشتید. خواهش انرژیتون هم که می‌کنم. عالی. این برای اینکه من انقدر دلم وقتی یکی درد، من خودم درد کشیدم، هم فیزیکیشو هم روحیشو، و میدونم که اونجایی که داری درد میکشی یه کسی باید بیاد بگو برو باهاتم ایتس اوکی، و تو میتونی بلند شی و بری. این خیلی کار کمی که ما میتونیم برای هم دیگه بکنیم. و یاد اونم باشه، من همیشه میگم تا همسایه من تو درده، این یکی تو کشت و کش داره، که من نمیتونم اینجا راحت بشینم برای خودم بابا کرم برقصم، که نمیشه. ما با هم قاطی هستیم، همه جور. وقتی لیکه. سعدی میگفت دقیقا سعدی میگفت بنی آدم اعضای یکدیگرن، این ما اعضای چشم و گوش هم نیستیم. اونم همینو میگفت، ما با انرژی هم با هم قاطی. شما وقتی شما بارها شده توی مهمونی رفتید، حالا اینم برای همه عزیزان که اصلا نمیدونن انرژی چیه، رفتین از یکی خوشتون برای رفتین باش دارین حرف میزنید، دلتون میخواد زمان بمونه همونجوری. با یکی دیگه میرید دلشوره پیدا میکنی، حالتون بد میشه، سرتون درد میگیره، میخواد همونجوری بریم بیرون. What happened؟ اون که اونجا به شما کاری نکرد، انرژی داشته کار میکرده باشه، انرژی اون تنفر و انگر و عصبانیتش، انرژی عشق و محبت و لطف این یکی، اینا اثرات جدا میذاره. ما اینا رو شاهدش بودیم. مثلا میگین چشم زخم، ما بعضی میگن بابا این خرافاته، بعضی میگن نه هست، من میدونم. آقا چشم زخم انرژی چشمه بله. که به شما میخوره. اگه با شما هم سطح و هم لول نباشه، یا شما رو مریض میکنه یا شما رو بهتر میکنه. ما انرژی چه زخم خوبم داریم. میگه فلانی اومد یه نگاه کرد، من تموم شد از اون که اومد رفت، من دیگه سالم شدم. چرا؟ انرژی خوب اونو برای شما. یا تو جمع که با دوستاتون هستید، یعنی اینا رو ما دیدیم و میبینیم و حس میکنیم. سام ها اونجا که میگن عزیزم تو باید کم زحمت بکشی، تو هم میتونی کار کنی، میگه نه چیزی بی خوده. آدمای با این انرژی به دنیا میان یا اصلا معنی نداره. نه اینطوری نیست. اینا چیزایی که ما یاد میگیریم، مثل اخلاق خوبه که ما یاد میگیریم. یاد میگیریم که با لبخند کارمون بهتر میگذره تو با اخم و تخم. اینا رو یاد میگیریم، اینم باید یاد بگیریم. به هم سادگی عزیزم. درست. ببخشید. خواهش میکنم. میخوام سوال بکنم چون سوال مشترک زیاد بود توی دایره. اینکه ریکی کلا 5 مرحله بله. است، درسته؟ این چجوریه؟ مثلا یه نفر میتونه بیاد، چون معمولا کسانی که میدونن رسالت روحشون چیه، یا کسایی که حالا دارماشون رو میدونن چقدر توی این زمینه پتانسیل دارن، ممکنه تا مرحله آخر بیان. یه نفر میخواد مثلا فقط انرژی سالم کننده برای خودش داشته باشه، برای خانواده‌اش داشته باشه، برای همسرش، برای بچه‌اش، برای خودش، برای مامانش، برای باباش. من میخوام بگم آیا واجبه، یعنی اجباریه که یه نفر 5 مرحله رو یاد بگیره، یا اصلا چجوریه این بخشاش؟ هر بخشش من اینا رو میدونم، شما برای من توضیح دادید، ولی میخوام بچه‌ها بدونن که کسی که میخواد بیاد یاد بگیره کاملا با چشم باز تصمیم بگیره و بیاد. مرحله اول چیکار میکنه، مرحله دوم چیکار میکنه، سوم، چهارم، پنجم و همینجوری. ما با ریکی هم نیاز جسم ما رو برآورده میکنه، هم روح و روانمون رو. حالا مرحله اول اونجاییست که با جسم شما کار میکنه. شما تمرکز میکنید و ریکی رو میدید بر اعضای بیماری جسمی، هر چی هست، دل درد کلیه، درد سر، درد چشم درد، همه چی اونو خوب میکنید. بعضی وقتا
بیماری جسمی خوب نمیشه. چرا؟ چون ریشه در در روانی طرف داره. مثلا آدمی که بسیار بدبینی، آدمی که بسیار همش چیزای زشت رو میبینه، برای مدتی دلودش به هم میریزه، چون اونجا اون احساسا خرابش میکنه. حالا این هرچی اونو درست کنه درست نمیشه، چون جای دیگه ریشه اینه. اون وقت باید بره مرحله 2 که مرحله 2 الان که میگن سایکوسوماتیک میگن، یعنی روح و روان به هم اثر داره با جسم. اون وقت اونجا میره قسمت دوم ریکی که روان ما رو خوب میکنه، یعنی آدم که خشمگینه، عصبانیه، کینه ورزه، حالا همه این مشکلات که داره اونو کامل میشه. مرحله 2 شما میتونید فقط مرحله 1 رو یاد بگیرید، بگید حالا من دیگه نمیخوام فلان چیزو یاد بگیرم، دست من مرحله 1 رو کار میکنید. ولی من تا امروز مونده بدن 6000 نفر ببینم که کسی یه مرحله ریکی رو یاد بگیره، حداقل تا 3 تا مرحله دیگه‌اش نره، چون خودشون تشنه میشن، میگه آخه یعنی من میخوام یاد بگیرم. خب مرحله 1 شما مال جسم، مرحله دوم به اصطلاح روح و روان شما رو خوب میکنه. مرحله سومش اینه که ما میگیم از راه دور انرژی میدیم. همین کاری که اینستا میکنم، دارم بهشون انرژی میدم و بعدم تو کامنت هم که افراد میگیرم که انرژی رو. خودم با راه دور با افراد کار میکنم و اون موقع که میکردم انرژی رو بهشون میدادم. و انرژی رو ارائه هم، چون مثل من بارها میگم، مثل هم تلفن، الان من و شما سیمی بین ما نیست، این تکنولوژی این امکان ما داره. حالا تکنولوژی وجود ما با جهان هستی اون امکان ما داره که ما بتونیم انرژی ارائه بدیم، عشقمون ارائه بدیم برای خوب شدن از راه دور. و یکی هم همون قانون جذب که همه خیلی سر و صدا کرد که تمرکز کن به اون که میگی میاد. این درسته، ولی به توی 100%ش موقع است که شما باز با این انرژی کار میکنی که آرزوهاتون رو بهش انرژی میدین و اون به وجود میاد. حالا دیگه اون با بعضی مواقع ممکنه نیاد به دلیل اون کالینگ است که یه جاهایی اینترفر میکنه، نمیذاره یه چیزی بشه، ولی معمولا 80% شما میتونید به دست بیارید. این از این. ولی یه قسمت دیگه داره که ما روانمون آخه ما کارما هم داریم و اون کارما هم گاهی وقتا کارمای اجداد ما، من اعتقاد ندارم کارما اجداد میاد پای منو میگیره، نه، این به نظر من عدالت نیست. پدر بزرگ من یک کار کنه من تموم پس بدم، اما اون انرژیش که اون اونجا عذاب کشیده اون هست تو دور بر ما میتونیم اینا رو پاکسازی بکنیم و میتونیم کارماهای خودمون، چون کارما یا به ان بحثش بسیار مفصله، این نیست که جهان هستی از ما بخواد دشمنی با ما بکنه، انتقام بگیره. من میگن تو حال تقاس پس میدی، به عنوان نفرین پیش اومده برای افراد الان دیگه این کارما. نو، کارما یاد گرفتن اون کمبودی که در شما بوده که باعث شدین یک کسی لطمه ببینه با عشقه. با عشق به شما نشون داده میشه تو زندگیتون که اون کاری که اونجا کردی، دل یکی رو لرزوندی، دروغ گفتی، حکومت کرد، اون درست نیست. ببین چی میشه وقتی میشه خودت این هم مسئله. اذیت میشی، ولی اون عشقی که شما میگی دقیقا همون فرصتیه که خداوند میده آفرین، دوباره. آفرین، دقیقا. اون حالا و اینا اگه هم این درست نمیداد که میگه. خب ما اینجا چیکار چیکار میکردیم؟ میکنیم؟ آفرین، دقیقا، دقیقا. چجوری با این راه میخواستیم آشنا بشیم؟ چرا من باید برم دور بزنم بیام ریکی بیاد جلو من؟ چرا؟ کی گذاشته؟ خب فرصت رو خدا داده دیگه. دقیقا. اینم برای اون قسمت که شما بتونید خودتونم اگه یه کاری کردین الان پشیمونی ناراحتین بتونید پاکسازی بکنین اون رو از وجودتون، تمام هفت کاربردتون رو، تمام این دستا تمام میشه. این قسمت که تمام شد. حالا قسمت پنجمش اونجاست که شما میدونید همه اینا رو من انجام میدم آی لاف که دیگران رو بتونم بهشون یاد بدم. اونجا دیگه معلم بودنتونه. اونجا تو ایران میگن استاد اعظم یا تیچر، اینجا میگن تیچر. اونو دیگه یاد میگیریم، میرین که میخوای تخصصی یاد میگیریم، بهتون میگن چجوری همسو میشه و شما بقیه همسو میکنید. آرزوی من که همه به اینجا برسن، ولی نسون تا همون یه مرحلهش هم یاد بگیرن. دست راه درست رو داره میره، یه راه به درد بخور رو داره میره و حتما هم ادامه خواهد داد. ندادم اشکاله، میل اونه دیگه کجا قرار میدین. درست. منم همینجور نظرم دقیقا همین، که آدم اگر یعنی ناخودآگاهه که طرف یه نفر کالینگش باشه، دارماش باشه، رسالتش باشه، خودش خود به خود تو این مسیر قرار میگیره، یعنی تا 100%. آخرش هم میره. انقدر بیشتر از اون چیزایی که هست، چون مثلا اکسپریانس ها کاملا با هم دیگه متفاوته. مثلا ما توی یه گروهی 10 نفریم، 1000 نفریم، بیشتریم، هرچند یه مدیتیشن رو مثلا شما دارین به ما میدین،
هر کدوممون یه سری چیز میبینیم، یه رنگی میبینیم، یه چیزی میبینیم، یه اتفاقی برامون میفته. یعنی این واقعا متفاوت نسبت به اون چیزی که در وجود و روح ما هستش. برای همون اصلا نگران این نباشین که حالا بچه‌ها میخواین تا چند مرحلهش بریم. نه اونا اینو چیزی بسپارین دست نیست. طبیعت، دقیقا. بذارین شما رو هر کجا میبره ببره. خیلی تجربه های زیادی داشتین از تمام بزرگان، شفا دهندگان خیلی بزرگ. من که توی فیسبوک دیگه اصلا تمام اون صفحه شما رو کلا زیر و رو کردم و عزیزم خوندم و خودم یه آدمیم که بخوام یه استادی رو پیش آموزش بگم خیلی تحقیق میکنم آفرین. و به نظر من این موضوع خیلی مهمه، چون خداوند قدرت اختیار، تصمیم گیری، فکر، انتخاب داده و ما باید این کار بکنیم. یه جا میبینیم یه استاد اشتباه، نابود میشیم، برمیگردیم میگیم که چه کنم. خیلی مهمه که انتخاب بکنن دوستان تو این که چه استادی رو میخوان انتخاب بکنن درست. برای اینکه همسو بشن، چون انرژی همش. بله. و اون پورتال که باز میشه دیگه خب یه سری چیزاش ما اصلا نمیبینیم و نمیدونیم که. ولی میخوام که توضیح بدین که چه کسانی رو تا با الان دیدین. خیلی یعنی زیادن یعنی میدونم، ولی خب این لایف شما میخواد بعد 2 هفته ادامه پیدا کنه، همین تو پشت سر هم میگم. خیلی طولانیه نه. حالا من هر ولی دفعه یه واقعا تیکشو دوست میگم، دارم. هر دفعه یه تیکشو میگم. یه چیز رو خدمتتون بگم تو این خیلی جالبه. حالا من میخواستم برم، میخوام برم انرژی چجوری حس میکنی. من میخواستم برم تو مسافر بودیم که بریم نیتیاناندا، یک گروه، یک بزرگ هندیه که 1 میلیارد فالوور داره، خودش تلویزیون شده، بزنین سرچ کنن عزیزان نیتیاناندا. اینو خواستم برم سال 2012 بود فکر کنم. میخواستم برم در روی کشتی بود و بنا بود ما بریم سنگاپور، از سنگاپور بریم. خب خیلی هم اینجا تا اونجا رفت. من اونجا تو فرودگاه بودم میخواستم برم. بعد نشستم دیدم که یه خانمی دیگه اومد بغل دست من نشست. این برای من از اون چیزایی که خیلی عجیب بود. من تو که ایشون نشست بغل دست من احساس کردم که گرمای عجیبی، انرژی عجیبی از این خانم به طرف من. خب من خب انرژی هم دادنش مثلا هم گرفتنش. خب من هم میتونستم بگیرم، هم رفتم. شاید یکی دیگه میشه نست نمی‌کرد، ولی من هم نگاه کردم دیدم که ببینم چی باهاشه. اینا یه جعبه اینطوری کیف تو دستشه. و هم به عنوانی که خودم ببینم چه جوری دیدم عجب این جعبه اصلا حرارت عجیب و غریبی. مثل که مثلا من به عنوان مثال بخوام بگم، مثل یه بخاریایی بودن قدیم زمان ما بود، شاید بعدا هم داشتن تو ایران الان هم باشه نمیدونم. بالایش با میستری از اون پایین حرارت میومد بالا، از بالا پخش میشد. استوانه بود که بهش میرم بخاری های علایالدین حالا قدیم های مثل یادتون بره. بعد اون بالا حرارت، یک همچین حرارتی از این میزد بیرون. بالاخره رفتم طاقت بیرون، گفتم باهاش سر صحبت رو باز کردم و گفتم که ساری من یه سوال دارم میشه بکنم. گفت چی؟ گفتم چی داری تو این جعبتون؟ من دارم اینجا از گرما دارم میپزم، این چی تو اینه؟ یه خندی رو گفتش که شما کجا داری میری؟ یه خانمی فهمید که من میخواد اول ببینیم من کجای کار واسطم. گفتم حالا ما بریم سنگاپور، از اونجا میخوام برم سمینار نیتیاناندا. گفت خب منم دارم میرم اونجا. گفتم خب حالا بسیار خوشحالم با این، ولی جواب من چی شد؟ گفت سای بابا رو میشناسی؟ گفتم خب شنیدم اسمشو، مدت هم هست دورخیز کردم برم. سای بابا یک گروهی بود در هندوستان. ایشون این گروه هر کدوم یک کالینگی دارن، همه یه جور نیست. مثلا اوشو کالینگش این بود که قدرت بیان داشت، صحبت که میکرد شما رو میبود تو آسمون، اصلا شوخی نداشت، اصلا رو درواسی با کسا بخونین عزیزان که میشناسن اوشو رو کتابش خونده باشن میرن راک و پوسکنده همه چی خیلی راحت میگفت و واقعا چقدر بدون مثلا تایم مگزین میگه وانا یکی از اون 100 تا آدمی که دنیا رو عوض کرده اوشو. خب خیلی تایم مگزین هم چه اعتباری به یک گروه بده. anyway اون این بود. ولی سای بابا سواد نداشت، چیکار حرفم نمیزد. عظمت این آدم اینطوری بود که میگفتن ماتریالز میکنه، یه اینطوری میکرد یه مجسمه طلایی به شما میده. It's very hard to believe that. من میفهمم قیافه خودم همونطور که یعنی چه، ولی این کارو میکرد و مرتب اونجا مردم میرفتن 700 نفر 600 نفر میرفتن اونجا. این کار برای همه، برای بعضی میکرد و بعد انرژیشو به قلب میسته که مردم بگیر. من خیلی مشتاق بودم نتونستم برم، ایشون فوت کرد بمونم. این گفت این تو 5-6 تا مجسمه هایی هستن که سای بابا به وجود آورده. این انرژی مجسمه هاست.
یعنی باورش میدونم برای همه شنوندگان برای شما سختی برای خودت، ولی that was it was. وقتی هم که همین بود. وقتی هم که ما رفتیم سنگاپور، رفتیم تو اون کشتی، اینا اومدن یه قسمت کشتی رو به صورت یه اتاق، یک جایگاه درست کردن، اینا رو گذاشتن اونجا، اینا رو گذاشتن اونجا با مجسمه دیگه. اصلا باورت نمیشه ما وارد اون قسمت بودیم، من از همون در اونجا که میامدم عراقا شروع شو بریختن، اینقدر که این گرما و انرژی خاص خودشو اونجا داشتن. خب اینو چجوری میتونی بگی، چجوری میتونی آدم رو قانع کنی؟ ابدا، شما باید حسش کنی. برای حس کردنش هم شما لازمه که بدنت این شاهراهای انرژی که از بد به تولد در ما بوده اونا رو فعال کنی، اونا رو باش کار کنی. مثل قلب ما که این اگر خونمون بگیره یه جا سکته میکنیم، برای این شاهراها تمیز باشه. این شاهراه انرژی ما داریم تو بدنمون. طب سوزنی به اصطلاح چینی چجوری کار میکنه؟ این نقاط رو به هم وصل میکنه، شاهراه انرژی که قطع شده حالا انرژی رو فلو میکنه، شما سردرد خوب میشه. ولی اینا رو نمیتونستن بگن چی، من از پدر به پدر به پسر رسیده. ولی واقعیتش اینه. این مثلا یک از اون تجربه عجیب من. بعد اونجا هم که بودم، خود انرژی اون نیچاناندا عجیب بود. من یه رو توی یک جمعشون گفتش که افرادی که یک کاری که کردن بسیار پشیمونن، اینا تو این محوطه، تو این دایره‌ای که من الان اینجا کشیده شده، برین تو اون دایره بشینید. من اونجا با شما کنم. حالا خب برای من اون موقع خیلی عجیب بود، یعنی چی ما همه توی اتاقیم، این چطور میگه میتونه اونجا رو پاکسازی چجوری بکنه؟ برام سوال بود. من بحثا جان، خود من چون بکراندم حقوقه و من وکیل بودم، من تا آخرین قدم، تا الانم که کار میکنم، هی سوال برام پیش میاد. یعنی هی سوال میکنم، هیچ چیزو چشم بسته قبول نمیکنم مگه احساس کرده باشم. و الان تمام گفته های من یه چیز حدود 3-4 هزار برنامه تیوی داشتم، نمیدونم تمام اینا با قاطعیت میگم، بری ببینی هیچ نقیض گفتاری از من نمیبینی. چون من گفتار رو خونده نیستم، تجربه کردم گفتم. تجربه هم که یادم نمیره که همونه. چون واقعا اینا وقت تجربه میکنی هر کی چی میخواد بگه، تو تجربه خودتو قبول داری. من مثلا اونجا تو این دایره یه خورده شیطنت هم گرفت، کنجکاویم گرفت. هرچی فکر کردم دیدم من معمولا خب یه کارایی میکنم پشیمون میشه. خب عقل 60 سالگی تو که در 20 سالگی نداری که یه چیزایی اون موقع کردی حالا میگه چا کردم. ولی واقعا انصافا نداشتم، چون من خودم خیلی سریع میبخشم، یاد گرفتم ببخشم. گفتم حالا من برم اونجا ببینم چی میشه، چی کار میکنم، من که اینجا اسم میکنم این چی اتفاق. من وارد اون محوطه شدم نشین، چون کسیم که نمیاد چیز کنه، تو خودت تصمیم. من رفتم تو اون محوطه این دایره یه جایی نشستم. به محض اینکه نشستم یک حال تهوع وحشتناک، حال بد بلند شدم و اومدم بیرون رو رفتم دستشویی اصلا برگردوندم، اصلا بیخوای آدم سالم بوده. اومدم نیچانانده داشت میگفت، داشت صحبت میکرد، اون که از اون بالا داشت همه میدید اون قسمت هم. گاهی افرادی هستن که به محض اینکه میرن میشینن اونجا و حالشون بد میشه، برای اینکه این برای شما نیست، شما در اون حد نیستی که بخوای الان پاکسازی کنی. انرژی اینا دیگه تو رو خراب میکنه. و همین هم شده بود که اون بگی برای من اتفاق افتاد، چون اینقدر اون انرژی سنگین بود اونجا که من نمیتونستم تحمل بکنم. مثل اینکه شما فرض کنید for lack of better، بهتر از این نتونم نخوام بگم، مثل اینکه شما یه نسیمی داره میاد، این نسیم رو شما تا پالتو پوشیدی، شما یه جور حسش میکنه. یه کسی که تنش مرتب باش کار شده و ماساژ شده و لطیف شده و بهتر شده، یه جور دیگه حس و لختم باشه. رفتی دم یا میگه بچه نسیمی اون طرف پالتو پوست پوشیده و یخ اسکی پوشیده، میگه نسیم من حس نمیکنم مثلا، ولی شما که نقطه. یعنی اینا رو حس میکنه و هم میگه انرژی یعنی چی، یعنی چه جوری باهات عجینه و تو خودت خبر نداری. اینا رو باید حس کرد. و ان عزیزانی که میرن تو اولین راش هم همین یاد گرفتن ریکی، حالا هر نوع انرژی دیگه هم میگم من خودم شاید بخوام بگم شاید 20 خورده نوع مختلف انرژی باش کار میکنم، ولی همه تکنیکن، همه انرژی جان تکنیک همش بله. همش تکنیکه. اصلا فکر نکنید مثلا یه خانم اونجا گفت من اومد لطف کرد میخواست دست من بوسه، دستم چرا میخوای ببوسی، من کار کردم حال سعادت جان. گفت نه شما مقدسی. بودم ابدا، اصلا نبر اینو اونجایی که ما مقدسیم، هیچ کی مقدس نیست، همه مقدسن. ما همه یکی هستیم. چی من مقدسم؟ من هم یادم تکنیکی. شما اگه طرف کامپیوتر خراب شده میاد درست کنه دستشون میبوسی، اصلا دست بوسی رو بندازین که اون کارش تکنیکشون. منم تکنیکم این تکنیک رو شما هم میتونی یاد بگیرید. اینا رو اصلا نرین
به چیزایی نچسبونین که بعد توش گیر میکنین، چون واقعا تقدس معنا نداره اصلا. شما آدم صادق باش، دروغ نگو، مال مردم نخو، اصلا مقدس تر. اون ربطی به چیزی نداره که ما بخوایم بهش 4 چوب بذاریم یا بگیم اینو اینم خودش خداوند. الان یه ماتریکسی شده انگاری. آدما گیر میکنن تو این که نه پس من لایقش نیستم، اگر فلانی میتونه حتما بالاتر از منه، اگه فلانی میتونه حتما برتر از منه، اگه فلانی میتونه حتما یه چیزی بهتره، یه خدا بیشتر بهش نظر کرد. اینا نیست واقعا. اینا نیست. واقعا اینا من نیست. چون توی اون چاکرا خدا برای همه ما گذاشته دقیقا دیگه. اون دقیقا 7 فرکانس خدا به همه ما داده دیگه. اون 7 آفرین. تاربت من که 6 تا ندارم، مثلا یه نفر دیگه 7 تا داشته باشه، یه آفرین. نفر دیگه 3 تا داشته باشه، من 5 تا داشته باشم. یه فرصتیه که خدا گذاشته، فقط باید اینو یادش گرفت و استفاده کرد. دقیقا این اونجا میره که ما از همه چی میخوایم یه لباس بپوشیم، اون لباس رو تنمون بکنیم بگیم من اینم. یعنی همون منیت ذهنی که آقای این گنج حضور عزیز دل ایشون مرتب داره بهش میگه این منیت رو باید باش کنار بیم، بذاریم کنار. این منیت ماست که من با اون هم هویت شدم و حالا میخوام هی یه لباسای مختلف بپوشم. به من بعضی وقتا شما آخه این آقای از ایران سالیان پیش من زنگ زد، خود اسمم معرفی کرد، گفت من فلانی هم آقای معممی هستم، در قم هستم و اینا. گفتم برنامه شما رو دارم خانم مصطفی رحمانی و حرفات درسته، ولی من با تو مشکل دارم. گفتم مشکلتون چیه؟ گفت من با این اون موقع البته موام بلان بود و دیگه الان سفید شد. گفت من با این موی بلاند و با اون ناخنای لاک زده شما که اینطوری خود آرایش میکنید یه جور دوری مشکل دارم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این کسی که این حرفا رو میزنه اینطوری قیافش نیست. گفتم کی گفته؟ گفت نه نیست. گفتم نه شما چارچوب گذاشتی، شما چارچوب گذاشتی رفتی توش فریاد میزنی. نه نرو تو اون چارچوب. من دروغ نگفتم، رفتی به لباس من نره. لباس من میخواد یک دونه به قول شما چی باید چارچوب باشه، هر چی باشه یا این باشه. من زیبایی رو دوست دارم، من زیبایی تو هر چیزی دوست دارم. خداوند زیبایی رو دوست داره. آخه شما نگاه کن دور بر تو. من خب مگه من میگم خدا رو قبول دارم چرا یه چیز زشت بپوشم صورتمو نشورم؟ اگه من میکاپ میکنم میخوام خودم پرزنتبل به شما نشون بدم، برای شما ارزش قائلم، نمیاد صورت نشسته جلو. برای اینکه شما نگاه ها با هم دیگه متفاوته تو این زمینه. خب یعنی طرف ببینیم که هر چی که توی خودشه میریزه بیرون. یه راهی که باید بریم. ببینید من تو اون 7 قدمی که گذاشتم الان عزیزان میتونن بیان و عضوش بشن. یه مراحل توضیح شنیدن. بدم قبلش، ببخشید یه توضیح بدم چون نمیدونن عزیزان. خب، خانم رحمانی عزیز یه دونه چنل تلگرام دارن که اسم این چنل 7 قدمه و ورودیشو الان برای شما عزیزان رایگان کردن، کسانی که بخوان عضویت داشته باشن تو این رایگان. حالا تو اونجا چه اتفاقی میفته و چی هستشو خودتون بگید. اون چیزی که پیدا میکنین همین مراحل مختلف رشد معنوی ماست. و اینو میخواستم بگم، هیلر شدن، شفاگر شدن مرحله 4. ما 3 مرحله دیگه باید بریم بالا، ما نرسیدیم به جایی، هنوز اونجا مشکل داریم. من مثلا در مورد جان آف گاد که بسیارشون رو دوست دارم، بسیار براشون احترام قائلم، یه مقدار کانتروورسال چیزای در موردشون گفتن که اصلا اونها رو بنزین دور. من اگه میرم پیش مثلا بتهوون میخوام برم اونجا موسیقی گوش کنم، به من ربطی نداره که ایشون تو زندگی خصوصیش چی میگذره. من اگه میخوام برم انوشیروان روحانی برام بزنه، میخوام برم چند تا بچه کجا چیکار کرد، به من ربط داره. من فکرم هر کس رو برای اون کاری، آل جان آف گاد، اون عملایی که کرد، اون انرژی که کار میکرد. من 10 بار، هر بار 2 هفته 3 هفته رفتم اونجا. اصلا نداریم مثل این، نداشتیم و نداریم فعلا، ان شاءالله بیاد در آینده که اینطور این برای دم پیت خود. باشون. ولی این مرحله 4 یک کرده بود چون قسمت چیز هیلر بودنش. من دفعه اول دفعه سوم بود که اتفاقا که ما اونجا بودیم، چون حرف نمیزنیم، حرفش به زبان خودشی همون چیزی چه زبان برزیلی هست، الان نمیدونم زبونشون چه. برای بکنم ما اسپانیشم. برای ما مترجم میامد بین ما صحبت میکرد. ولی اتفاق افتاد که ما هیچ وقت همیشون نطق نمیکرد، همیشه بر کارشون میکرد. شد شب سال نو اونجا بودیم ما. ایشون برای اینکه شب سال نو بود، تولد قبل سال مسیح بود و اینا، اومد صحبت کنیم. من به محض اینکه شروع کرد صحبت دیدم مای گاد چه انگلی تو وایس اینه. اصلا عصبانیت که توی وصول بود همراه گفتم که این عصبانیتی که توی رو من نمیتونم باور کنم این آدمی که صبح اون کارا کردن.
اومدم نتونستم واقعا نتونستم تحمل کنم. من صدا براش انرژی برای من خیلی انرژی است، بعضی چیزا رو اصلا نمیتونم تحمل کنم. اومدیم بیرون، بعد که تعمق کردم و روش میتد کردم و الهاماتی که بهم شد، این آقا هیلر بود. دست این نه کسی بود که بخواد کسی رو راهنمایی بکنه، نه کسی بود که بخواد به افراد بگه چه بکنن، چه جوری مراحل خودشون برن پشت سر بذارن. اینا نبود، نرسیده بود به اونجا که هنوز این پنجمین چیز قسمت صحبت شماست که باش کار کرده باشید. شما وقتی کار کنی نمیتونی، اگر عصبانی باشی، انگر داشته باشی، خشم داشته باشی، صدای تو نمیتونه کسی رو آروم بکنه. صدای بله. رو عصبانی میکنی. حالا تو بگو پیغمبر زمانی عصبانی بود، تو خودت آنچه که درونته میاد بیرون با صدا. این به اون مرحله اصلا نرسیده تو تقسیم بندی، نه تقسیم بندی من باشه. حالا عزیزانی که میان به اونجا برسن که تو این قسمت رو دیدن، براتون همه جو مثال از همه جا میارم که اینطوری بوده. یعنی اون صداقت و اون انرژی که در ما هست، بعد از مدتی هیچ جور نمیتونی باش بازی کنی، همش میاد بیرون روی بارد. مثل الان تلفن که اون موقع که تلفن ما گوشی برمی داشتیم، مثلا طرف گفت من 10 با تلفن کم نبود، حالا بیا ثابت کن من بودم، یا اون ثابت کنه که من تلفن کردم یا نکردم. هیچ کسی نمیتونست چیکار کرده. الان میفته اونجا میگه تلفن کردی کو، دیگه الان این چیزا رو به هم نمیگیم، این دروغا رو به هم دیگه نمیگیم، چون تلفن افتاده. میگه حالا نت نداشتم، حالا فرداش گفتاده. من فکر کنم زندگی ما هممون به زودی همینجور ویزیبل، همینجور روشن همه جا هست، هیچ جوری نمیتونی زیرش قایم بشی و that's nice. این خوب، البته خبر خوبیه. آره. ببخشید من زیادی صحبت خیلی کردم. خیلی خوب، انقدر قشنگ توضیح میدین و پربار، عزیزم، آدم دلش میخواد ساعت ها همینطوری عزیزم بشینه فقط گوش بده. دلم. دوست دارم خیلی از افرادی که اینجا شنونده میبینن بودنم سوالی لذت دارن بردم. بکنن. قربونت برم، اگه افراد سوالی دارن چیزی میخوان بگن، نمیدونم برنامه‌شون آره چطوریه. دوستان، اگر سوالی دارید میتونید بنویسید، هرچند من بعدا یه باکس هم میذارم در مورد سوالاتتون. من تمام سوالایی که فکر کنم تا اونجا که خاطرم یاری کرد پرسیدم، دوستان قبلا سوال کرده بودن. ولی خب مطمئنا همراهان ما هم الان انقدر این شنونده بودنه بهشون چسبیده که فقط دوست دارن عزیزم، بشینن و گوش کنن از صحبت‌های پربارتون. عزیزم. موضوع کانالم بگیم دیگه. ما همون 7 قدم اون موضوع فرمونید چی بود؟ آره، موضوع 7 قدم رو هم دوباره مجدد بگیم بگم و اه، تمام. آره شما رو خسته نکنیم. ممنونیم ازت مرسی که این همه وقت گذاشتین واقعا. عزیز دل. من یه چیزی فقط بگم از تک تک عزیزانی که اومدن ممنونم. مولوی یه بیت شعر داره که اگه من بخوام تو تمام اشعارش یک رو انتخاب کنم، اینو همیشه انتخاب کنم. میگه خویش من آن است که از عشق ساخت، خوشتر از این خویش و تبارم نیست. همه شما که الان تشریف آوردین اینجا، بعدا ویدیو رو میبینی، یک کلیک میکنی، ما خویش هم دیگه، من شما خویش منی، همه کس منی. برای اینکه واقعا عشق همه چیزه، عشق بافت جهان هستی. و واقعا ممنونتون هستم. من امروز زندگیم پربارتر شدم، شما باش توش پیوستید و مشتاقم که خدمتی از دستم بر بیاد انجام بدم. مهسا جان عزیز منم که اصلا کالینگش همین آگاه کردن همه است. افتخار میکنم که این تو زندگی من این عزیز دل و امیدوارم، یعنی چون واقعا هیچ کس بیخودی تو زندگی کسی نمیره. بره 8 میلیارد انسان، ما الان چقدریم؟ 127 نفر با هم. خب این 127 نفر الکی نیومدیم، همه‌تون هم تا از همه جای دنیا اومدیم. ممنونتون، تشکر میکنم، دوستتون دارم و در خدمتتون. زنده باشین. یکی از دوستان پرسیدن که قبل از اینکه همچین سوالو بگم، مرسی واقعا، ما افتخار اینو داشته باشیم که شاگردی بکنیم. عزیز دل، انقدر شما اندوخته زیاد دارین، انقدر زیاده این مثل جواهر درونتون برق میزنه. حالا عزیزم، کسی لطف که کن. بخواد ببینه واقعا میبینه. یکی از عزیزان نوشتن این انرژی که ما به بقیه میدیم باعث نمیشه که خودمون خالی از انرژی بشیم؟ نه، این انرژی ما نیست نازنین من، این ماها ویکل انرژی میشه. مثل فاست این چیه، شیر دستشویی که خودش توش آب نداره، آب از اون میاد بیرون، ماها اون شیره هستیم. سعادت خب داریم که این آب، یک این شیر بسیله که این شیر داره میتونه یه جا باشه افتاده باشه کنار یه دیوار، میتونه آب حیات بخش رو ما بپذیره. این اونجا کار ما اونه که ما اونقدر سیقت شده باشیم که این سعادت رو داریم، انرژی جهان هستی از ما عبور کنه. و این انرژی جهان هستی، من مثلا میشد تو این سمینارام که میرفتم اصلا مشکل نداشتم 50 تا آدم ببینم انرژی بدم، اما بدنن
خسته میشدم، فیزیک هم خسته میشد، ولی روحم میتونستم بشینم حالا کتاب مینویسم، کتاب بنویسم، اینو بخونم، تحقیقم بکنم. اصلا انگار نه انگار خبرم، چون من نبودم که انرژی از من عبور میکرد. از شما هم عبور میکنه، از هممون ما خودمون انرژی عبور میکنه، این اشکال نداره. دقیقا همینطوره. خیلی از عزیزان خیلی از کامنت ها رو گذاشتن، خیلی تشکر کردن، خوشحال شدن، گفتن لایو خیلی عالی بود. لینک کانال 7 قدم رو خواستن که دوستان خواهشی که دارم شما خانم رحمانی رو حتما فالو بکنید. اگر که الان نمیتونید وسط لایو که قطع شد، من ایشون رو تگ میکنم، فالوشون بکنید. توی پیج خود خانم رحمانی لینک کانال 7 قدم رو میذاریم که عزیزان بتونن در واقع از این فرصت استفاده بکنن و بدون ورودی بیان اونجا عضویت بگیرن. یه سری مقدمه هم هستش که البته خانم رحمانی یه دونه مراقبه خیلی خیلی خوب، خیلی من میگم خیلی توپول، خیلی خوشگل، خوشمزه آماده کردن از قبل برامون که حس کردن 7 چاکرا بدن هستش. کسانی که دوست دارن ریکی رو آموزش بگیرن، پیشنهاد خانم رحمانی اینه که اون مراقبه رو قبلش انجام بدن. خب یه سری تمرینات بالاخره لازمه، شما میگین از اول، من میگم برای اون اولی هم ما باید آماده بشیم. یعنی اینقدر بعضی اوقات ما پرتیم از داستان، برای همون خیلی بهمون کمک میکنه که تمرین بکنیم و اون روحه و اون چاکرا قشنگ حس بشه، اون بیداری، اون آگاهی بیاد. در نهایت ممنونم ازتون. من لینک کانال 7 قدم رو توی استوری خودتون، یعنی توی پیج خودتون میذاریم. حالا منم اگه اجازه بدین بذارم، اگه تونم بکنم که عزیزان بتونن به صورت دایرکت باهاتون در ارتباط باشن و به امید اینکه این انرژی سالم کننده از خودمون، یعنی خودمون بتونیم بدون اینکه از یکی دیگه انرژی بخوریم، به جای دیگه انرژی دریافت بکنیم، خودمون انرژی خوار بشیم، به جای این همه بتونیم یک تکنیکی رو که هست الان، یعنی واقعا اینو اصلا خدا سر راه ما قرار داده، چرا استفاده نکنیم؟ اینی که هستش رو بتونیم با پوست و گوشت و جونمون دریافت کنیم، که بسا اینو به بچه هامون هم منتقل بکنیم. یعنی قرار نیستش که همیشه اون فرهنگ کهن ناقصی که ما خودمون از دیارمون آوردیم و هی بخوایم همون ژن و همون اخلاق و عادات رو بدیم. یه جایی هم یکم خوبتر، یکم سالم کننده تر، یکم چیز بهتر یاد بدیم. امید به این که واقعا اون روز برسه. ممنونم ازتون که اومدین توی لایو ما. خیلی افتخار دادیم، خیلی افتخار دادیم. فقط ممنونت میشم اینو که خب من نمیتونم سیو کنم، شما سیو کردین برای من چشم، من سیوش میکنم که 2 تا پیج میذارم. چشم. مرسی ازت. خدا نگهدارتون. بچه‌ها خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. من لایو رو سیوش میکنم. مرسی ازت. خدا نگهدار. خدا نگهدار.